حاجی عبدالرازق در سن 20 سالگی اویله‌دار می شود. عبدالرازق ایگامов معروف با تخلص عبدو که بعد از نوارهای مژدانی‌اش با همانندی خودش حسبی در تورنمای اینترنت نشر و مشهور گشت، در سن 20 سالگی بخت خود را پیدا کرده است. گفته می شود دخترکی که عبدالرازق دریافت کرده است از خودش بزرگتر بوده امیره نام دارد و از شارجه دبی است. نواری که عبدالرازق در صفحه اینستاگرامش نشر کرده است و آن با زبان انگلیسی است، میگوید او خیلی خوشحال است که پس از سالهای سال عشق خود را پیدا کرده است و دلداده او عبدالرازق را خیلی زیاد دوست می‌دارد. سال گذشته در یک برنامه یوتیوب عبدالرازق گفته بود به نزدیکی نیت اویله‌دار شدن دارد. عبدالرازق میگوید آنها مراسم خانه‌دارشوی را سنه 7 ایول سال 2024 در نظر دارند، ولی نگفت که این خانه‌دارشوی در زادگاه عبدالرازق شهر پنجکент تاجیکستان صورت میگیرد و یا در شهر دبی امارات متحده عرب و یا هندوستان یا کانادا. بسیاری ها حدس میزنند عبدالرازق مراسم خانه‌دارشویش را در دبی با شکوه و شهامت و شرکت معروفترین آوازخوان‌های تاجیکستان و جهان میگذراند. با ما یکی از نزدیکان عبدالرازق خبر داد که در این مراسم از تاجیکستان شبنم سوریا همچون نامدارترین هنرمند تاجیکستان و صدرالدین نجم‌الدین دعوتیان. عبدالرازق سال 2021 بعد از تند شدن روابط‌هایش با رپسرهای تاجیک بران شرطنامه‌اش را قطع و با هماهنگسازان جهانی شرطنامه بست و در طول 3 سال در خارج بودنش بیش از 21 دولت دنیا را چرخ زد. عبدالرازق ایگامов 3 سپتامبر سال 2003 در دهه غیژدروی شهر پنجکent تاجیکستان به دنیا آمده است. I have one surprise for all of you. This is من دولتی که بسیار گشتم برای مثال اکن بخشش ما این سوالا میگم بسیاری آدم ها دیدگی نیستن.